اتاق فرمان خواهش میکنم که پیام صوتی بعدی بیننده رو پخش کنید. الو سلام. من از آقا می‌خواستم بپرسم وقتی سجده میتونه دعا کنه پیش خدا؟ برای این سوال می‌خواستم بپرسم. من از ایران تماس می‌گیرم، از بلوچستان. خدا تشکر میکنم بنده گرامی. بفرمایید. بله، در مورد دعا کردن در هنگام نماز و یعنی در حالتهای متفاوتی که در نماز هست، روایت متعددی اومده دعا کردن در حالت قیام، یعنی در دعای استفتاح و آغازین دعای نماز انسان دعا بکند، جایز هست در سجده دعا بکند یا در التحیات در واقع بعد از خوندن درودها دعا بکند. اینها ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه در روایت صحیح مسلم میگویند که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اما الرکوع فعظموا فیه الرب، در هنگام رکوع شما تعظیم الله را به جا بیاورید، یعنی سبحان ربی العظیم، کلماتی رو بگویید که بیان عظمت و بزرگی الله متعال باشه. و اما السجود فاجتهدوا فی الدعاء، و اما در هنگام سجده تلاش بکنید، زحمت بکشید برای دعا کردن، یعنی زیاد دعا بکنید. فقمین ان یستجاب لکم، سزاوار هست که الله متعال دعای شما را قبول بکند. به خاطر اینکه در روایات دیگر از روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه آمده که اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، نزدیکترین حالتی که انسان به پروردگار خودش دارد همون حالتی هست که انسان سرش را به سجده گذاشته. این نزدیکترین حالتی هست که انسان میتواند به الله متعال در واقع نزدیک باشد. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند فاکثروا من الدعاء، به این خاطر در هنگام سجده شما زیاد دعا بکنید. نه تنها دعا کردن جایز هست در حالت سجده، چه در نماز فرض باشه یا نفل و سنت باشه، حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور به زیاد دعا کردن دادن. فاکثروا من الدعاء، زیاد دعا بکنید. هم رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی با زبان خودشون قولا دستور دادن به این که ما در حالت سجده دعا بکنیم، و هم این که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت سجده در واقع خودشون هم دعا میکردن. روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد این دعا رو در رکوع و سجده خودشون میخوندن که سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اللهم اغفر لی، که این دعا رو هم در رکوع میخوندند و هم در سجده میخوندند. و دعای دیگری که در حالت سجده اومده این است که اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و اوله و آخره و علانیته و سره، و دعاهای دیگری که در این زمینه اومده. اینها جز دعاهایی است که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. هر دعای دیگری را که شما بلد باشید می توانید که این دعا را در سجده بخوانید. بعد از اینکه تسبیح رو بخون سبحان ربی الاعلی را گفتید، بعد از این هر دعایی را که بلد هستید به زبان عربی و دعاهای مأثوره باشه، دعاهای از قرآن باشه، از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، مانند دعاهایی که عرض کردم، یا حتی اگر کسی به دعای به زبان عربی بلد نیست، جایز است که حتی به زبان محلی خودش هم دعا بکند، اشکالی در نمازش به وجود نمیاد. و دعا کردن در سجده یکی از جاهای اجابت دعا هست. انشاءالله که الله تعالی دعای تمام مسلمانان را که به صلاح دین و دنیاشون هست اجابت بفرماید. انشاءالله.